در فرهنگ ما یک سخنی هست که میگن آبی دری پشت خانه تیره. هر وقت که ما اندیشه رو از نماینده از ادبیات غرب، چی فلسفه، چی افرادی که با متن‌های انگیزشی، با سخنران‌های انگیزشی مشغول هستند پیشکش میکنیم، چی متنی و چی گویایی، بسیاری از افراد میگویند که این گونه اندیشه ها و این گونه مضمون ها در ادبیات ما لبریز است و تا اینکه ما از ادبیات غرب بیاموزیم، بشنویم، بهتر است که از ادبیات خودمان بشنویم. و اینک عزیزان، این غزلی که نسبت به حضرت علامه اقبال میدهند و شاید از اقبال هم باشد، من فکر میکنم که هر بیت و هر واژه این غزل یک معنای بسیار زیبا، یک معنای بسیار بلند در خود نهفته است و از روی این گفته ها ما اگر عمل میکردیم، امروز زندگی ما به طور دیگر جریان میگرفت. بنابراین حالا من این غزل را برای شما میخوانم و خواهش میکنم یک بار با دقت گوش کنین که حضرت چی میخواهند. و این غزل بسیار مشهور هم هست چون بسیاری ها خواندند و حضرت میگویند که دیوانه و دلبسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش، یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش، دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش. پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت مکش از غیر و پر و بال خودت باش. 100 سال اگر زنده بمانی گذرانی، پس شاکری هر لحظه و هر سال خودت باش. حضرت علامه اقبال بسیار یک معنی بزرگ را در این مصرع ها توانسته گنجانیدن. به یک مفهومی ادبیات عرفانی ما آشا توانسته یک کتاب نویسد با نام این نیز بگذرد. پیرامون مفهوم این نیز بگذرد ما زیاد حرفا و داستان و حکایه های داریم، اما با یک مصرع، با یک عباره، فیلسوف چون آشا توانسته کتاب بنویسد. و اگر ما هم به این اندیشه های آورده شده اگر کمی تمرکز کنیم و واقعا اگر آگاهانه بیاندیشیم و به عمق این موضوع و به عمق این گفته ها اگر سرفهم رویم، ما می توانیم طریقی دیگر اندیشه کرد و زندگی کرد و رشد نمود. شاد و پیروز، موفق و سربلند بماند. با خیرت بماند تا بهترین ها را بشنوید و بخواند. دل بسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت، عاشق احوال خودت باش، یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش.